میگم خدا شاهده، این چیزایی که دارم بهت میگم با چشمام دیدم. یه سری از پسرمون به این دلیلی که من میخوام بهتون بگم از سوی یه سری از دخترها کنسل شدن. چرا؟ طرف سیگاری نبود، طرف اهل دراگ زدن و مشروب خوردن و گور کشیدن و شب نشینی و شب بیخوابی و جای شلوغ و این لوکیشن عوض کردن و اون لوکیشن عوض کردن و غیبت کردن نبود. یعنی رسما طرف میاد میگه تو استایلت خوبه، قیافت خوبه، ولی خب من باید چیکار کنم؟ وقتی که یه سیگار دوست دارم بکشم تو نمیکشی، حال نمیدی که. وقتی میخوام 4 تا پک مشروب بخورم تو نمیخوری، حال نمیدی که. بابا فدای سرتون، مگه اینا مهمه؟ مگه دختر خوب کمه داداش؟ نه، کلی آدم هست تو سلیقه شونی. بعد میخوام یه چیزو بهت بگم، به خاطر اون همه مسیرها که براش زحمت کشیدی، خودتو فنا نده، زندگی تو، خانواده تو، این همه کارو که انجام دادی رو هدر نده رفیق. شاید هم فردا پس فردا اصلا طرفم باهات حال نکنه، خسته بشه، بگی من نمیخوام باهات بمونم، بعد تو بمونی با یه سری اخلاقا و رفتاری که اصلا هیچ وقت در شأن و شخصیت تو نبوده، تو رو تبدیل کنه به یک آدمی که خودت هم باش غریبه حال نمیکنی. آره رفیق، حواست به آدمای زندگیت، انتخاب آدمای درست زندگیت باشه رفیق. هر کسی رو وارد حریم زندگیت، وارد رفاقت نکن رفیق.